هنرمند جوان بشی جان همدرد است. به افتخارشان. بلبم رسیده جانم، بلبم رسیده جانم، تو بیا که زنده مانم، پس از آن که من نمانم. بوی بشتا میدهد دست دعای مادرم. با عرض سلام و ادب خدمت همه بیننده های تلویزیون آریانا افغانستان و پروگرام جالب و دیدنی دیدار. صحبت امروزی درباره کارکردهای هنری سال گذشتیم و همچنان درباره پنجمین جشنواره تلویزیون آریانا صورت میگیره که البته مجری برنامه دیدار چند سوال از ما کرده بودن که امیدوار هستم سوالایشان به این دو رابطه برای شما عزیزا پاسخ بگویم. درباره کارکردهای هنریم باید بگویم که امسال آلبوم داشتم به نام جانم که شامل 10 پارچه آهنگ است. در رابطه با پنجمین جشنواره تلویزیون آریانا یا بگویم اتین اوارد بگویم که این شو را از دو جهت باید ارزیابی کنیم. یک جهت اقدام امچه شبه پذیرایی بسیار خوب بود و اقدام بسیار نیک بود. دستن در کارا خیلی نام خدا بسیار خوب کار کرده بودن، استیج بسیار خوب جور کرده بودن. و در قسمت دوم که میایم سر اصل مطلب، قسمت ارزیابی هنری یا بگویم ارزیابی هنرمندا بود که درباره شخص خودم امسال کاندید بودم در کاتگوری Best New Male Singer یا که بگویم هنرمندای جوان با آهنگ مادر که متاسفانه نمیفهمم چطور اصلا در کاتگوری نبودیم، مرا نمانده بودن و در این اواخر برای ما اول آمد که زیادترین رای را در این کاتگوری ما داشتم. اما امیدوار هستم که انشالله در آینده ما و شما بتانیم که همچون شب را به شکل صحیح و پروفشنال برگزار کنیم. با فکر خودم وقت همچون شما موفق می باشه که یک بورت هنری خوب صورت بگیره متشکل از هنرمندای سابقه دار افغانستان، از استادان موسیقی که بتانه خوبتر و صحیحتر ارزیابی کنن و ایره از سلیقه های شخصی بیرون کنن. گفتنی دیگه ندارم. امیدوار هستم که توانسته باشم چند سوالی که از ما کرده بودن مجری برنامه دیدار، امیدوار هستم که سوالایشان صحیح پاسخ گفته باشم. انشالله در آینده در خدمت شما هستم. از توجه شما یک دنیا تشکر. استاد گرامی نمی است که میخوام پرسان کنم که شما اونجا که بودین چی کاره بودین؟ واقعا شما جوری بودین یا تنها مهمان بودین؟ اصل گفت ای بود که آهنگا را برای ما روان کردن، به 100 آهنگ برای ما روان کردن، برای گروپ تولید ما و استاد یوسف کوزاد آقای خیال و کسایی که مثلش هست برای ما لیست روان کردن. ما را گفتن ما حق دید نداشتیم که بگویم این اولی دو میسیم، صلاحیت دیگه ما نداشتیم. شما فقط ببینید که در قسمت غزل کی کاندیده، در قسمت شوقیا کی، در قسمت آوازخوانای خود فولکلوریک آماتور کی. فقط ما یک طبقه جوان در حدود 20 یا 25 نفر انتخاب کردیم که این نفرها میتونن که اینجا شرکت کنن. بله. دیگه صلاحیت باقیش به دست مردم بود که توسط تلفن SMS یا نفر انتخاب میکردن که این است این است این است. دیگه ما کنم صلاحیت نداشتیم و از ما کس پرسان نکرد که شما این نفرها ما جایزه دادیم شما موافق هستین. این از ما نکس سوال کرد، نه بر ما گفت، نه ما این موضوع گفته بود. فقط ما را گفته بود شما انتخاب کنین که کی قابل است که ما در این جایزه اینا رو داخل بسازیم که با مردم انتخاب کنیم. یعنی کاتگوریای هنرمندان شماها انتخاب کردین استاد؟ کاتگوریا رو ما انتخاب کردیم. خب پس مثلا به حساب از اینکه گفته بودن اعلان تیر کرده بودن که تحت هیئت جوری به حساب از پیش شما اینا کلش
رای میگیرن و میگن که کی برنده است، این اشتباه است، این نبوده. خب چون گپ نبودم، این خود مصاحبه خودم ما گفتیم. خود آقای یوسف کوزادم گفت، خود آقای خیارم گفت ما این نفر بودیم که این خواننده این آوازش خوب است، با سر میخوانه، بلای میخوانه، خوب میخوانه. این باز با کی مردم تماشاچی که هست یا گرفتن انتخاب کرد. خب به نظر شما استاد ارمان گل امی اوارد شویی که بود، یعنی امی کسانی که اوارد گرفتن بعض از اینا یا اکثرشان واقعا باید از اوارد میگرفتن یا زیادتر واسطهشان قوی تر بود؟ والا هرچی شما سوالای سخت میکنید، مگر نه که نظر دارم که در آینده اینطوری فکر کنید که کسی که اول یک جایزه رو میگیره تا 3 سال دیگه او وقتی کاندید از این نمیتونه که بازم چی شوه اول شوه. از این خاطر این کارا رو این گپا رو که مد نظر بگیرن. اگر چند دفعه است که چندین نفر است که چند سال است که اونا همیشه اول میشن که بسیار احساسات خود جامعه دیگر را جریادار ساختن. چند تا شاگردان هست مثلا طاهر شو و صدیق شو و خود امرای چیز تماس هستن من رحمت شاه حسن یا رحمت شاه حسن میگه از من هیچ کرده اصلا دعوت نکرده که من بیایم. همینطور که چرا اون دعوت نکردن خیلی آسان بسیار فوق‌العاده خوب است اونمون. دکتر البته دعوت کردن تو نمی گفت میمره این کس دعوت نکرده. شاگردان هست از اینا نگفتن. اصلا امکان نداره. چرا نه؟ الو بیچاره چرا که دیگه خودم میزنن. شما سعی کنین که اوارد شو چی میکنن، هنرمندای ما که دیگه خود میکنک میکنن. حالا ما بردم 2311 ما بردم. در کدام کاتگوری؟ در کاتگوری بیست نیو فیمل آرتیست. خودت نو هستی؟ نه. خیلی بیا که ببینیم گپ بزنیم. اوکی ببین. اشتباه از کی است اول باید که روی پرده بیاید. اوکی سایز. میبینیم کی کاندید شده. خودت بگو مقایسه کن. ماریا عیار نو است؟ نه خیر نو نیست. سیتا قاسمی نو است؟ نه خیر. خودت غزل صدات نو هستی؟ نه. مریم وفا نو است؟ نه. آریانا سعید نو است؟ نه خیر. میرانگیز نو است؟ بله. من خودم شبانه میریان نو هستم؟ بله. خب پس best female artist new female artist یعنی در بین 2 نفر است که نومینیت باید میشدن. نه؟ یعنی که تو اینجا اول شد. بله خودت میبینی 734 بود ما گرفتیم، 244 بود میرانگیز جان گرفته. خیلی 2311 بود که گرفتی. چرا بر کاتگوری جور نکردن؟ داورای خوب ما که آمدن بودن 6 تا بودن که مسئولیت زیر دارن. فکر میکنی دست داورا بودن؟ چی بود؟ ایره باید کسی که برنامه را برگزار کرده باید کاتگوری از ایره جور میکرد. نه داورای ما برای چی آمده بودن؟ داورای بیچاره خود صلاحیت نداشتن. خیلی باید نگوین که اوارد از طرف مردم ما داده میشه یا داورای ما کاتگوری ها را انتخاب کردن، چون که اشتباه را هیچ وقت نفره که قدر سابقه دار هستن و در این کار خود میفهمن هیچ وقت اشتباه نمیکنن. همین نظر داری؟ حالا ما تو چرا جنگ کنیم سر از یا جنگ نمیکنیم. نه 1.99 سنت 1.50 سنت. ما این از اینجا در جایش هم هستیم، ما میریم بر توی گوارد میخوایم تو بر موارد بخوریم. ما خب بر اطلاعش هم میخوایم. من الموسیقار نام تده سرش میزنم. خیلی یک ماش کنیم.